تحفه‌های نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با 14 عائله از آفت طبیعی ضرر دیده جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ناحیه وخش در این روزهایی که تمام مردم کشور بهر سزاوار استقبال 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جد و جهد دارند از طرف رئیس ولایت قربان حکیمزاده تقدیم کرده شد. خانه رقم 29 که از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت برای خانواده باغی گل نورعلی و ساخته شده است، با اشتراک رئیس ولایت و دیگر هیئت رسمی کلید خانه به آنها سپاریده شد. از روزهای اول به میان آمدن آفت طبیعی مسئولین دخلدار طبق دستور و سفارش‌های رهبر دولت را به طور شبانه روزی عملی نموده در بر مردم ضرر دیده ایستادگی نموده بهر هرچه زودتر برطرف نمودن و بنیاد منزل‌های نو سهم مناسب گذاشتند. لازم به یادآوری است که در کارهای ساختمانی و بنیاد خانه‌ها مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها و اداره و کارخانه های ولایتی و ناحیوی نظررس می باشد. رئیس ولایت ختنان قربان حکیمزاده همچنین از خانه های نوبنیادی اسکرعلی جورخوجایف، یوسف جان باقیف، محمد چاق قربانوف دیده نموده به مسئولین جهت هرچه زودتر انجام دادن کارهای ساختمانیشان بهای بلند دادند. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ناصر خسرو نیز طبق دستور و سفارش‌های رهبریت ولایت ساختمان خانه جورابک سفروف که 6 نفر فرزند دارد سر وقت اجرا نموده در مهلت معین گردیده با تمام شرایط زیست به این عائله ضرر دیده تقدیم نمودند. آفت طبیعی آمد، خانه ما ضرر دیدن، همه چپه شدن. رحمت به همین جناب عالی پدر غمخوار مهربان، رحمت بر رئیسان ولایت و همین صاحبکارانی که ما را دستگیری کردن. این امروز این خیلی خانه ها و درها و صاحب این خیلی چیزا و چی ما مینداری خرا بیان میکنیم. ما همه عائله جبر دیده صاحب خانه و در شدیم چی شدیم با هم چی تامینیم چاینی که پیاله و با گاز با هم اینا گلیم قولین هم مشد دادم و تامین میکردن. ما دولت 1000 بار مینداریم. اینجا رئیس ولایت کلید خانه های نوبنیاد را به عائله های ضرر دیده تقدیم نموده گفتند که 12 خانه دیگر که کارهای ساختمانیش ادامه دارد روزهای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. چنان مشاهده شد کارهای اساسی به انجام رسانیده شده، تنها قسمت رنگ و بارکنی باقی مانده است و خلاص. رئیس ولایت در حضور ساکنان ضرر دیده و مسئولین یادآوری از دستگیری و غمخواری های پیشوای معظم ملت نمودند. گفته شد که امروز باید همگان شکرانه از فضای تنجی و آرامی کشور نموده تمام سعی و تلاش خود را بهر استقبال 30مین سالگرد استقلال دولتی نماییم. شروع از خانه تا کوچه و ناحیه کمی هم باشد در تازه‌کاری ها حصه خود را گذاریم. امروز باید هر یک ساکن کشور با آگاهی عمیق از اوضاع جهان هر یک پارچه زمین را ثمراناک و عاقلانه استفاده نماید، زیرا چنان از طریق رسانه‌های خبری آگاهی داریم با سبب پاندمی کرونا ویروس در اکثر کشورهای جهان کمبود مواد آذوقه پیش آمده. دولتداران در چنین وضعیت در و دروازه‌های خود را تا قدر امکان بسته اند. از این خاطر ما باید با امید کمک و دستگیری یگان کشورهای دیگر نگردیم و بهر تأمین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم خود را گذاریم. رئیس ولایت با عائله‌هایی که همکنون صاحب خانه‌های نو شدند برایشان خوشبختی و سلامتی بردوام تمنا نمود. خانه ما از 4 حجره عبارت است. تمام شرایطش مهیا است. قالین، کورپاچه‌اش تا پرده‌اش همش مهیا است. در ادامه سفر کاری رئیس ولایت از رفت ساختمان کارخانه بافندگی در جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان ناحیه وخش دیده نموده به مسئولین جهت هرچه زودتر انجام دادن کارهای ساختمانی دستور و توصیه‌های سودمند دادند. لازم به یادآوری است که با استفاده دادن کارخانه بافندگی 10 نفر ساکنان ته‌جایی با جای کار دائمی تامین خواهند شد.